سلام و درود به همه شما مخاطبین عزیز. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. خب عزیزان، امروز میخوام در مورد چند تا از بازیگران معروفی که سر صحنه فیلمبرداری مرگ و تجربه کردن باهاتون در میون بذارم. خب پس بدون معطلی میریم سراغ ویدیومون. سلبریتی ها معمولا زندگی پرزرق و برقی دارن، اما پول و مشهور بودن نمیتونه اونا رو از خطرات مرگبار محافظت کنه. اما بر اثر اتفاقاتی که بیشتر به معجزه شبیه نجات پیدا میکنن. جانی دپ تو فیلم رنجر تنها. یه صحنه تو فیلم رنجر تنها جانی با آرمی همر در حال سوارکاری با سرعت بسیار زیاد بودن که یهو دپ از زین اسب جدا میشه و سعی میکنه به روی زین بیاد، ولی دستاش رها میشه و میفته زمین. خود دپ در این باره میگه که اسبم ناگهان روی دو پا ایستاد و من سعی کردم با چنگ زدن به یالش موقعیتم رو حفظ کنم، اما اون کمی چرخید و تعادلم به هم خورد و افتادم. در این حال 25 متر روی زمین کشیده شدم. وقتی هم که اسب ایستاد نزدیک بود با سماش سرم رو 2 تیکه کنه، اما من چرخیدم و ضربه‌ای به من وارد نشد. اما این همه ماجرا نبوده. گفته شده که سر فیلم خاطرات عجیب چیزی نمونده بوده که جانی با زندگی خداحافظی کنه. اونا توی پورتوریکو در حال فیلم برداری بودن که با کارگردان سوار یه هواپیمای کوچیک میشن و داشتن از بالا نمای کشور رو میدیدن و لذت میبردن و از پروژهشون صحبت میکردن که یهو موتور هواپیما از کار میفته. معمولا همه تو این شرایط جیغ میکشن یا توبه میکنن یا خودشونو خیس میکنن، ولی جانی دپ این خیالش نبوده و با یه خنده هیستریک به کارگردان گفته که یعنی کارمون تمومه. زمانی که جانی و کارگردان خودشونو برای مرگ دلخراش آماده کرده بودن، میگن به طور معجزه آسا یهو موتور هواپیما خود به خود روشن میشه و اونا بدون هیچ مشکلی فرود میان. ولی واقعا راست میگن که تا وقتی خدا نخواد یه برگ از درخت نمیافته. حالا شده حکایت اینا. هالبری در تماس تلفنی. تو صحنه از فیلم تماس تلفنی هالبری، بازیگر زن سیاه‌پوست هالیوودی طی یک صحنه اکشن با صورت به یک بلوک بتونی برخورد میکنه. در عین حال که دست و پاش میشکنه بیهوش میشه. بعد از انتقال به بیمارستان کادر پزشکی اعلام میکنه که وضعیت وی خیلی خطرناکتر از تغییر چهره اونه که عوامل فیلم نگرانش هستن و ممکنه به هوش نیاد. اما بعد از چند لحظه بری ناگهان به هوش میاد و میگه حس کردم مردم و دوباره زنده شدم. حدس بزنین نفر سوممون کدوم بازیگر میتونه باشه؟ بله، لئوناردو دیکاپریو که استعداد بالایی تو انداختن خودش تو دردسر و البته رهایی از اونا داره. دیکاپریو نه یک بار بلکه 3 بار از حادثه مرگبار جان سالم به در برده که خودش بعدها تو برنامه‌های زنده تلویزیون بازگو کرده. اولین اتفاق زمانی افتاد که دیکاپریو رو در یک قفس مخصوص میذارن و میندازنش تو آب. بعد اطرافش رو با ماهی تون به عنوان طعمه پر میکنن تا جلب توجه کوسه ها بشه. ولی به طور باور نکردنی یکی از طعمه ها به خاطر موج دریا تو هوا پرتاب میشه و کوسه برای گرفتن اون به هوا میپره و رو سقف دیکاپریو فرود میاد. دقیقاً عین فیلمای خیالیه، درسته؟ و واقعا باور کردنش خیلی سخته. از اونجایی که قسمتی از سقف قفس باز بوده، کوسه ها تا نیمه بدن خودشون رو وارد قفس میکنن. انگار کوسه متوجه گوشت خوشمزه بازیگر سرشناس هالیوود شده بوده و تلاش میکرده که خودش رو وارد قفس کنه و شکمی از اعضا در بیاره. دیکاپریو هم که خطر مرگ رو تو چند سانتیمتری خودش حس میکنه، به ته قفس میچسبه و دراز میکشه. اما در نهایت شانس میاره چون کوسه بیخیال میشه و ترجیح میده که از قفس دور شه و دیکاپریو هم نفس راحت میکشه. خب دوستان، این ویدیو یکم طولانی شد، برای همین معرفی 3 تا بازیگر دیگر رو میذارم برای ویدیو بعدی. پس کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.